حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حالت حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز، انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروه را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کژدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوب بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل، این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب میدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینها همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن.